علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت تمام بیننده های عزیز که به طور مداوم بیننده برنامه جواهر هستند. امیدوار هستم همتان جور و صحتمند باشید، ایام به کامتان باشه و روزهای خوشی را کنار خانواده هایتان سپری بکنین. قسمی که میفهمیم مسئله حجاب یکی از احکام خیلی مهم در اسلام برای زنان است. از این رو موضوع امروز برنامه جواهر نقش حجاب در موقف و مسئولیت زنان است. در رابطه مهمانی که در استودیو با خود داریم بانو عایشه قانت، ایشان ماستر تفسیر و حدیث هستند. خیلی خوش آمدین استاد. عرض سلام خدمت شما. و قسمی که من صحبت های خود گفتم، حجاب یک مسئله واضح و آشکار است، یک فرض قطعی است به زنها، ولی دیگه آخر میبینیم که ربطش میتن به بعضی از مسائل دیگه که گویا حجاب محدودیت است یا گویا یک محدودیت است به زنها که از طرف اسلام وضع شده. خب پیش از اینکه بریم به چگونگی این بحث، میخوایم اول درباره خود واژه حجاب از شما بشنویم که اگر توضیح داشته باشیم در مورد واژه حجاب. حجاب چیست؟ سلام عرض می دارم به شما و به بیننده های ارجمند تلویزیونی هلال و خصوصا برنامه جواهر. ما میشه که امی از اول تعریف از حجاب داشته باشم. حجاب در لغت و در اصطلاح. در لغت حجاب به معنای مانع و پرده ذکر میشه و همچنان ابن خلدونی را به معنای حائل هم ذکر میکنه. و خود تعریف اصطلاحی حجاب تعریف های مختلف داره، تعریف های اصطلاحی مختلف داره که میشه از او یک دو تعریف شبیه گیریم. یک تعریف اصطلاحی حجابی است که هر وسیله‌ای که زیبایی و عورت زنها را بپوشانه و به معنای حجاب است. و یا تعریف دیگه از حجاب اگر داشته باشیم، حجاب عبارت از لفظ یا کلمه از حجاب که شامل تمام احکام شرعی اجتماعی که در رابطه با زن باشه یا در رابطه با مو حالت و وضعیت زن باشه در جامعه اسلامی او را بیان کنه. و خود حجاب به اصطلاح عام اگر ما بگوییم یا به اصطلاح فقهی، حجاب مو پوشش اسلامی و شرعی زن را میگن. خب وقتی حجاب پوشش شرعی و اسلامی است، حالا بعضی از قول‌های وجود داره که حجاب محدودیت وضع میکنه برای زنها و بر علاوه ازی در متضاد به این امر اسلام حکم قطعی داره در مورد حجاب که حجاب فرض است بالای تمام زنها. پس دید شما یا نظر اسلام یا احکام شرعی به چی معناست؟ آیا حجاب محدودیت است به زنها یا مسئولیت است و با کدام دلایل میتونه مسئولیت باشه؟ خب پیش از اینکه ما در این مسئله داخل شویم که حجاب محدودیت است یا مسئولیت است، قبل از این ما من حیث زن مسلمان، هر زن باید ایره من حیث یک حکم شرعی قبول کنه، چون یکی از احکام مهم شریعت اسلامی ما است حجاب برای زنهای مسلمان و برای زنهای مسلمان همین یک شرف و عزتشان است و معلوم است که حجاب مسئولیت است برای زن مسلمان، نه محدودیت. و ایره ما میشه که از آیه ایره وضاحت بدیم، از آیه که درباره حجاب نازل شده در قرآن کریم که الله متعال میفرماید البته یک بخش از آیه است که الله متعال میفرماید که ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، که اینمی حکم حجاب حکمی است که زن شناخته شوه و این مورد اذیت و آزار قرار نگیره. این کلمه یعرفنه را علما به مفسرین به اقسام مختلفش چی میکنن تفسیر میکنن. بعضی از مفسرین گرفتن ای را لار دیجه مقدر میکشن، میگن که الله یعرفنه ای که زنها یعنی شناخته نشون که کی هستن. و بعضی مفسرین میگن که نخیر، معنای ان یعرفنه ای است که ان یعرفنه ای که زنها شناخته شوند که زنهای عفیف هستن، پاک هستند. و به خاطر از ما در کلمه بعدی که در آیت ذکر شده الا یؤذین، یعنی شناخته شود که زن عفیف است، پاک دامن است،
پس او مسئول باشه، از اذیت و آزار، مورد اذیت و آزار قرار نگیره و مسئول و محفوظ بمانه. پس حجاب مسئولیت است. پس وقت حجاب مسئولیت است بر زنها. آیا واژه حجاب مختص زنها است یا مردا هم میتونه شامل حکم باشه؟ به خاطر از اینکه وقت خیلی از موارد ما داریم که وقت بعضی از دختر خانم ها یا زن ها از حجاب صحبت میشه، اونا میگن که ولو که اگر ما خیلی محجب هم باشیم، خیلی پوشیده هم باشیم، بازم اذیت میشیم، بازم آزارها و اذیت‌های در جامعه وجود داره. پس آیا این حجاب مختص به زنها است یا مردا هم باید حجاب مراعات بکنن و اگر مراعات بکنن چگونه مراعات بکنن و چی رقم مردا شامل این حکم میشن؟ بسیار خوب. حجاب، چون ما آیه حجاب که میخوانیم، وقتی که آیه حجاب نازل شد، الله متعال فقط زنهای مؤمنه نگفت که شما حجاب کنین و خدا بپوشانین، بلکه این حکم به عین الفاظ به هر دو جنس، به مرد و به زن نازل شده که الله متعال میفرماید و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، یعنی به زنهای مؤمن بگو که نظرهای خود را پایین بندازن. و همین قسم به مردها هم گفته شده که و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردهای مؤمن هم حکم، یعنی حکم اگر ما متوجه شویم به عین الفاظ آمده هم به زنها و هم به مردها. پس از این معلوم می شود که حکم حجاب فقط تنها به زنها نیست، به مردها هم است. البته که فرق میکنه که حجاب زن چگونه باشه و حجاب مرد چگونه باشه. این که حجاب مرد چگونه باشه، ایره رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث به جوانان بیان میکنه، میگه که هی گروه جوانان، شما هر کسی از شما که توان داره ازدواج کنه، به خاطر از اینکه ازدواج همو شهوت پایین میاره و همچنان ای برای شما زیاد به خاطر پایین انداختن نظرتان کمک میکنه و اگر کسی توان از این نداره پس او روزه بگیره، چون روزه هم شهوت پایین میاره. این حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم به جوانها گفته بود، به مردها گفته بود که شما ازدواج کنین. یعنی پس معلوم شد که حکم حجاب فقط به زنها نیست، البته همو کیفیتش فرق میکنه، ولی به مردها هم این حکم نازل شده. خیلی خوب. پس یعنی حجاب تنها مختص به زنها نیست، مختص به خیلی از مردای هم هستند که باید نگاه های خدا بپوشانن و به پایین بیندازن، که متاسفانه در جامعه ما این قول یا این قاعده بسیار کم مراعات میشه. دلایل زنان بی حجاب و تنما چی است از دید شما؟ درباره دلایل زنانی که حجاب اسلامی را مراعات نمیکنن گفتین شما. اینها بعضی از دلایل دارن که هیچ کدام از دلایل اینها معقول نیست، دلایل زیادی دارن. بعضی از دلایلشان در جمع میشه که بیان کنم. یکی از دلایلی که اینها میگن که حجاب قید است بر زن و اسلام به زن آزادی نداده، چرا که حکم به حجاب کرده بر زن. این دلیلشان و میخوایم این دلیلشان رد کنم، به خاطر که به هیچ نوعی دلیلشان درست نیست. اسلام از قید جهالت زن رها کرد و آزادی برش داد و این حجاب به خاطر حفظ عفت و مسئولیت و عزت و شرافت زن است. اگر این قید می بود، الله متعال حکم اول به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی گفت که تو از فامیل رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کرد، از خانوادهش، که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این حکم وقتی که نازل شد، اول رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که به خانم‌هایت بگو و به دخترانت بگو. یعنی اگر این قید می بود، پس الله متعال بالای بهترین انسان‌های روی زمین که صحابیات بودن و امهات المؤمنین بودن، بالای آنها قید وضع نمی‌کرد، بلکه این خودش بر زن همو عزت و شرف است. از خاطر الله متعال قید این حکم واجب کرد بالای زن و هی بدون از اینکه قید باشه کدام رمزی از رموز دین نیست، بلکه یک فرضی از فروض دین ما است که باید یک زن مسلمان من حیث مسلمان باید ایره قبول کنه این حکم و ایره رعایت کنه در زندگی روزمره خود. این چیز اولشان بود که میگن حجاب قید است. و دلیل دومشان ای است که میگه دل ما پاک است، از این خاطر ما حجاب نمی کنیم. این خود دلیلشان بیخی معقول نیست، به خاطر که هر قدر آدم محجب باشه همون قدر پاکی دل از او معلوم میشه. چون ما اصل
تقوا داریم و اصل تقوا خودش با حجاب بودن تظاهر میکنه و پیدا میشه و این ناممکن است که ما بگویم دل ما پاک است و باز با لباس و پوشش غیر اسلامی در پیشروی مردان نامحرم ما جلوه کنیم. خیلی خوب بانو عایشه، به ادامه نکات بعدی دلایل زنان به حجاب دوباره برمیگردیم. حالا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشید. سلام مجدد، دوباره خوش آمدین به برنامه خودتان. موضوع امروز برنامه جواهر نقش حجاب در موقف و مسئولیت زنان است و در قسمت اول به بحث حجاب، محدودیت ها و مسئولیت و همچنان نکات و دلایل زنان به حجاب پرداختیم و حالا هم میپردازیم به ادامه نکات دلایل زنان به حجاب. در ادامه از این دلایل زنان به حجاب و شبهاتشان میشه که یک دو شبهه دیگه از اینها را اشاره کنیم دیگه، که یکیش همو میگن که حجاب تشدد است و دین باید رفق و نرمی باشه، که این شبهه و دلیلشان درست نیست، بلکه دین اسلام سراسر رفق و نرمی و چیزی است از تشدد خالی است، هیچ سختی در وجود ندارد. الله متعال بارها در قرآن این موضوع را بیان کرده که دین اسلام دین آسانی است، سختی نیست و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه به صحابه کرام خود حکم میکرد که شما آسانی کنین و سختی نکنین. و یک شبهه دیگه وارد میکنن که همون متمدن بودن، میگن که حجاب تمدن نیست و پیشرفت و ترقی نیست و میگوین که یکی از رسم و رواجهای قبلی عرب هاست، از رسم و رواجهای جاهلیشان. خب ما در جواب از این شبهه اینا میگیم که اسلام چیزی که به نام حجاب آورده یا حکمی که به نام حجاب آمده در زمان قدیم در عرب ها وجود نداشت چیز و از امو خاطر الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اول خانم های تا بپوشان و دختران تا و باز حکم به زنهای عام مؤمن بود که باید با حجاب باشن. خب قسمی که ما زنهای با حجاب داریم در جوامع، اما قسم در مقابل زنهای بی حجاب هم داریم. پس تفاوت بین زنهای با حجاب و بی حجاب در چیست و شخصیت ها بین اینا چگونه است؟ تفاوت بین زنهای با حجاب و بی حجاب، اولین تفاوتشان خویی است که زنهای با حجاب اطاعت از حکم الله متعال کردن، حکمی که خیلی مهم است برای زنها و حکمی که بسیار ضروری است برای زنها از او اطاعت کردن، همین یک شرف و عزت هم برشان شمرده میشه. و تفاوت دیگه ای است که حجاب بر زنهایی که با حجاب هستند مسئولیت است و اونا محفوظ هستند از هر نوع آزار و اذیت و هیره میشه ما با مثال توضیح بدیم. مثالی که یکی از علما داده بود که زنهای به حجاب مثالشان مانند گل است که خوشبویی و زیبایی و همه چیز از او ظاهر است و تظاهر به خوشبویی و به زیبایی میکنه و خار هم با خود داره، ولی اگر کسی بخواد که این گل بگیره میتونه که بدون از اینکه او خاص خار آزار اذیت ببینه این گل میتونه که از درختش برکنه و به جای کنه و بگیره. و در مقابل از این زنهای با حجاب است که مثال زنهای با حجاب مانند دانه های قیمتی می باشند که اونا در پوش پنهان شده و کسی با آسانی به او دسترسی حاصل کرده نمیتونه، مسئول و محفوظ می باشه. همه قسم زنهای با حجاب است که اونا محفوظ هستند، مسئول هستند و از هر نوع آزار اذیت در حفظ و در امان می باشند، چون که الله متعال اینها را گفته که ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اینها شناخته شدن که زنهای عفیف و پاک دامن هستند، مورد آزار اذیت قرار نمیگیرند. و مثال های از این بیشمار است. مثلا شاید متوجه شده باشیم خود ما باید یک حالت روبرو شده باشیم که از یک راه میگذاریم که ما هم هستیم و یک زن با حجاب هم است و یک مرد فاسد هم در وجود داره. هی زن با حجاب وقتی که از راه میگذره
مرد که با وجود از اینکه فاسد است و مرد مریض است، اما باز هم این محیبتی که زن با حجاب داره، با عزت و شرفی که زن با حجاب داره، او هم شرف و عزتش درک کرده، برای زورا را رها میکنه و برش همون مسیری که روان است را برش صاف میکنه که تیر شود. و با وجود از این در همین صحنه، در همین جا، زن به حجابی که میگذره او را هیچ که نباشه با همون اذیت زبانی روبرو میشه. خیلی خوب. و همین میشه در این باره بحث کنین که آیا حجاب میتونه بالای موقف زن در جامعه و همچنین روان زن یا آرامش روحی روانی زن در یک اجتماع تاثیرگذار باشه یا نباشه؟ و اگر تاثیرگذار است، این تاثیرگذاری تا چه حد میتونه باشه؟ بله، حجاب بالای آرامش زن تاثیر زیادی داره و این آرامش خود قرآن در آیت هایی که درباره حجاب نازل شده، خود قرآن این آرامش گفته بر زن و هدیه کرده. الله متعال در آیت های مختلفی را موضوع را بیان می داره و خود حجاب یگانه آرامشی که به انسان میته یا به زن مسلمان میته، او را همو به اصل تقواش میرسانه که تقوا خودش آرامش روح و روان انسان است و همچنان اطمینان قلب میده برش که حجاب در اطمینان قلب از اهمیت خاص برخوردار می باشه که زن وقتی که از خانه بیرون میشه بسیار به اطمینان بیرون میشه که هیچ کس مرا، قرآن گفته که فلا یؤذین، معصیت و آزار نمیبینم، پس او یک قسم آرامش روحی احساس میکنه و همچنان به عمق انسانی زن میبره که من حیث انسان بودن او احساس آرامش میکنه و امو بود ایمانیش تقویه میکنه و او را بالا میبره. خیلی خوب. خب اگر به عنوان سوال آخر بپردازیم به این که شروط حجاب چیست، چون خیلی ها فکر میکنن حجاب یکی از مواردی که بسیار جامعه ما مواجه هستن، فکر میکنن حجاب همیشه باید رنگ سیاه داشته باشه. شروط حجاب به طور کل چی است و احکام اسلام و دید علما در رابطه با رنگ حجاب چیست؟ حجاب چیزی که ما به نام پوشش اسلامی میشناسیم، به معنای پوشش اسلامی زنان اگر حجاب ما ببینیم، حجاب چیزی است که زنها در مقابل مردها یا در مقابل نامحرمان وقتی که روبرو میشن همو بدن خود میپوشانن، به همو حجاب گفته میشه و این حجاب به این معنای که ما گفتیم که پوشش اسلامی زنان این دو بعد داره، یکی بعد ایجابی است و یکی هم بعد سلبی است. بعد ایجابی از این همو پوشش بدن زن است که ستر خود و بدن خود می پوشانه در مقابل نامحرمان و بعد سلبیش که سوی است که زنا یعنی همو حرمت تظاهر شدن به مقابل دیگران را بدانه و او را مراعات کنه و این دو بعد که ما ذکر کردیم هر دویش هم مکمل یک دیگر است. وقتی که اگر یکیش نباشه پس این کامل نمیشه و ما واژه حجاب اصیل اسلامی تحقق نمییابه. باید هر دوی از این باشه، هم پوشش بدن باشه و هم همو حرمت تظاهر و جلوه نمایی در مقابل نامحرمان به این عقیده و باور داشته باشیم. پس به همین اساس است که ما میبینیم بعضی از زنها هستند که با رنگهای شوخ و با رنگهای زیبا و با رنگهایی که او جلب توجه میکنه در حجاب ظاهر میشن که اصلا او روح حجاب نیست که با او رقم رنگهای متفاوت و رنگهایی که جلب توجه میکنه، رنگهایی که یعنی رنگهایی که خیلی توجه همه را جلب میکنه و خود درست نیست که در حجاب استفاده شود. بله، رنگهایی که توجه را جلب میکنه جایز نیست که در حجاب استفاده شود، ولی اسلام حکم به پوشیدن رنگ سیاه حجاب هم نکرده که رنگ حجاب باید فقط سیاه باشه. ما در قرآن آیه را که وقتی متوجه میشیم درباره حجاب آیت هایی که نازل شده در هیچ کدام از آیه ها به رنگ حجاب توجه داده نشده و گفته نشده که رنگ حجاب چگونه باشه، ولی علمایی را میگه که رنگ حجاب باید تیز نباشه و شوخ نباشه، باید رنگ حجاب سنگین باشه تا جلب توجه مردان نگرده. خیلی تشکر بانو عایشه، سلامت که تشریف آوردین و وقت دادین. در رابطه به موضوع امروز برنامه ما، در رابطه به حجاب سخنان کلیدی خدا اگر جمع بندی کنیم. پیام ما به مادران است، چون مادران است که اینها نسلها را تربیه میکنن
و دخترها را امی مادراست که تربیه میکنن که باید توجه زیادی به پوشش و حجاب اسلامی دخترای خود داشته باشند، چون ما در وضعیتی که قرار داریم هر طرف فساد است. باید زن مسلمان یا مادر مسلمان متوجه پوشش و حجاب شرعی و اسلامی دختر خود باشه و ایره باید از کودکی ما به اطفال خود همو اهمیت حجاب در ذهنشان بشانیم و او را برشان بفهمانیم و با وجود از اینکه اگر متوجه شویم کودکان خودشان، البته دختران اینا خودشان یک فطرت دارن به حجاب پوشیدن، همون فطرت سلیم دارن که چادر میپوشن در بسیار خرد که باشن، از خردترکی چادر میپوشن و یا حجاب مادر خود کش کرده در جان خود میکنن با وجود از امو کودکی و طفلی خود. این به مادرها پیام امی است که باید امی حس سلیم و امی فطرت سلیمشان رشد به تقویه کنه، ایر از بین نبره و اونا را از خردی به اهمیت حجاب بفهمانه. بسیار تشکر، سلامت باشین که تشریف آوردین. بیننده های عزیز، وقت برنامه رو به اختتام است. تا هفته آینده که ما و جمعی از همکاران ما خدمت شما قرار میگیریم، همیتونه به الله متعال امانت میکنم. خدا یار و مددگارتان باشد.